سلام و عرض ادب به دنبال کننده چنل. امروز با در رادیات پژو در خدمتتونیم. قطعه‌ای که از نظر مادی هیچ ارزشی نداره ولی خب میتونه ضررهای میلیونی یا چند ده میلیونی به راننده وارد بکنه. حالا ما میخوایم این در رادیاتو براتون تشریح کنیم که یک درپوش فوقانی داره، فنر، اورینگ و سوپاپ فشار که هر کدوم وظیفه خودشونو دارن. حالا ما میخوایم وظیفه تک تک این اجزا رو براتون توضیح بدیم. اول از اورینگ شروع میکنیم. وظیفه اصلی این اورینگ اینه که آب بندی کنه که باعث نشتی آب نشه از دور در رادیاتور. وظیفه سوپاپ اطمینان اینه که وقتی که ماشین دماش بیش از 100 میره بالا، این فنر و سوپاپ جمع میشه از سوراخی که روی رادیاتور تعبیه شده، اونجا آب میزنه بیرون که باعث ترکیدن رادیاتور نشه. این درپوش هم که برای راحت باز و بسته شدن در رادیاتور هست. خب حالا اگه در رادیاتور خراب بشه چه مشکلی واسه ماشین پیش میاد؟ اول این که ماشین آب کم میکنه، دوم هم این که ماشین دماش بیش از 100 میره بالا. حالا چرا دما بیش از 100 میره بالا؟ یا به خاطر نشتی آب کم میکنه، یا به خاطر این سوپاپه که باعث هوا گرفتن رادیاتور میشه.